سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اسم من نارسیسه و امروز قرار با هم راجع به کنکور هنر صحبت کنیم. توی این ویدیو قرارش راجع به چند تا مبحث مختلف صحبت کنیم. اول از همه اینکه اصلا من کیم، من چه رتبه‌ای آوردم، کدوم دانشگاه قبول شدم، چه سالی اصلا کنکور دادم و این داستانا. بعد میخوام راجع به این صحبت کنم که کلیت کنکور هنر اصلا چی هست، منابع چیه، چه درسایی هست و حالا باقی داستانا که در ادامه خواهم گفت بهتون. سوم از همه مهمترین بخش این ویدیوه به نظر من، چون میخوام راجع به این صحبت کنم که اصلا کنکور هنر مناسب چه دسته از افرادی هست. این چیزی که من قراره امروز بهتون بگم و هیچ مشاوره قرار بهتون نگه، چون به نفعشون نیست. اونا از شما میخوام پول بگیرن، ولی من این کارو قرار نیست انجام بدم. من به عنوان یه رفیق منم نشستم پشت این دوربین و قراره باهاتون صحبت کنم راجع به این کنکور. و در آخر که چه اتفاقی برای من افتاد با کنکور و شرایط بعد از کنکور، چون دوباره هیچ آدمی نمیاد صحبت کنه که بعد از کنکور، بعد از اون رتبه‌ای که آورد، چه اتفاقاتی قراره واسط بیفته. پس بریم این ویدیو رو شروع کنیم. قبل از اینکه من شروع کنم به صحبت کردن راجع به کنکور هنر، ازت میخوام که این ویدیو رو لایک کنی، برام دکمه سابسکرایب رو فشار بدی و اگه سوالی چیزی داشتی حتما توی کامنت ها ازم بپرسی، یه قلب کوچولو برام بذاری. خب بچه‌ها، من سال 402 رفتم کنکور هنر دادم. قشنگ یادمه 14 تیر اون سال بود و مرداد ما هم جواب رتبه هامون اومد و من دقیقا روزی که جواب رتبه ها اومد من کنکور عملی متازه داشتم. من رتبه هم شد 79 منطقه 1، 2 رقمی شدم. و یه خلاصه راجع به منطقه 1 اصلا چی هست بگم. ما منطقه 1 و 2 و 3 داریم و یک سری سهمیه های دیگه که هممون میدونیم، وارد اون داستان ها نمیشم، ولی راجع به منطقه 1 و 2 بگم. 1 و 2 و 3 در واقع. بچه‌ها به شهرهایی که بزرگتر هستن دانشگاه های بهتری دارن، یعنی دانشگاه تاپ ها مثلا توی اون شهره. مثلا من تهران زندگی میکنم، خب دانشگاه تاپ تهران چیه؟ دانشگاه تهران. آره، خب به شهرهایی که مثل تهرانن منطقه 1 میگم و هرچی حالا این سطح دانشگاه های اون شهر پایین تر بیاد، یا حالا هرچی پایین تر بیاد، منطقه 2 میشه، منطقه 3 میشه و نسبت به اون منطقه یه سهمیه‌ای دارن بچه‌ها، همه بچه‌ها. و یک سری دیگه هم سهمیه‌های خاص دارن که من راجع به اون اصلا صحبت نمی‌کنم، هممون در جریانش هستیم. کنکور تئوری به این صورته که شما وقتی دفترچه کنکور رو میرید باز میکنید، 3 تا بخش میبینید. این 3 تا بخشی که دارید میبینید درک عمومی هنره، درک عمومی ریاضی فیزیک و خلاقیت تصویری. من از آخر میخوام بیام به اول. راجع به خلاقیت تصویری الان میخوام صحبت کنم. بچه‌ها، خلاقیت تصویری بخشی هستش که کلاً حفظیاتش زیاد نیست. یعنی شما بیشتر باید به اون قدرت درک، به اون قدرت تحلیل از تصویر برسید که بتونید اون تست رو بزنید. مثلا میگم من بچه‌ها این مثالایی که دارم مثلا تلاشم من میکنم که حتما یه عکسی پیدا کنم روی ویدیو بیارم براتون بذارم. مثلا حالا یه تصویری براتون میاره که داره میگه که توی سوال نوشته که توی این تصویر شما مثلا چه چیزی بیشتر در جلب توجه میکنه یا چه موضوعی رو داره بیان میکنه و مثلا جوابش میشه تراکم. شما باید به اون قدرت از درک برسید، به اون قدرت از تحلیل برسید که بفهمید که داخل اون تصویر تراکم وجود داره و این تصویری که من الان دارم میگم حتما قرار نیست که توی اون کتابایی که ما داریم میخونیم تحت عنوان منابع قرار نیست حتما وجود داشته باشه. ممکنه از یه جایی باشه، اصلا ممکنه تصویر توسط AI درست شده باشه. میدونید دارم چی میگم؟ ولی توی کنکور میاد و کلا بخش خلاقیت تصویری زیاد حفظیات نداره و بیشتر شما باید مانور بدید روی تست زدن، روی تحلیل کردن تصاویر و حالا بر اساس اون چیزی که خودتون بچه‌ها، نه من، نه مشاور، نه معلم، نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه یه نسخه‌ای واسهتون بپیچه و ببینید که خودتون چجوری میتونید راحت‌تر تست بزنید. در نهایت شما هدفتون تست زدنه بچه‌ها، اوکی؟ ببینید که اگه یه تصویر رو تحلیل کنید، یعنی مثلا توی کتابتون راجبش بشید دو بنویسید، راحت میتونید تست بزنید، راحت میتونید تحلیل کنید، یا که نه از اول برید سراغ تست زدن و بعد جوابی که وجود داره توی تست رو بشید تحلیل کنید که چرا اصلا جواب این شده. و حتی روش‌های دیگری که حالا من شاید ندونم، شاید تو پیدا کنی اون روش رو، شاید مثلا معلمت بهت گفته باشه، استادت بهت گفته، هر کی
مشاور بهت گفته باشه و تو شاید با اون روش ارتباط برقرار کنی. تو در نهایت هدفت این هستش که بتونی تست بزنی توی کنکور و بعد با اون روش تست زدن ارتباط برقرار کنی. الان میخوام راجع به ریاضی فیزیک صحبت کنم. بخش ریاضی فیزیک کنکور هیچ ربطی به ریاضی فیزیکی که ما توی مدرسه میخوندیم نداره. حالا کسی که مثلا دارن میگم رشتهش مثلا ریاضی بوده مثلا، ولی کلا هدفش کنکور هنر بوده و الان داره این ویدیو رو میبینه، خب تو قطعا شاید خودت بتونی اون تست رو بزنی. اوکی؟ چون 3 سال تمام ریاضیایی بشه سختی داشتین و ریاضی شاید هنر کنکور هنر واسهتون آب خوردن باشه. من راجع به تو صحبت الان نمیخوام بکنم، ولی در رابطه با اکثر بچهای هنر که ریاضی ضعیفی دارن میخوام با اونها صحبت کنم. ببینید بچه‌ها، ببینید من خودم ریاضی ضعیف، من خودم ببینید فیزیکم توی دیوار بود، اصلا یعنی افتضاح بود. یعنی مثلا تست می‌زدم به زور مثلا 5% میگرفتم تو آزمونکایی که تو طی یک سال تایمی که برای کنکور هنر گذاشتم درس خوندم اینا، تو اون بازه مثلا تست می‌دادم 5% می‌زدم و بچه اینجوری بودم که تمام من مردم. و در نهایت من توی کنکور تونستم تست زیادی بزنم و درصد خوبی هم بگیرم بچه‌ها. فقط به خاطر چی بود؟ به خاطر این بودش که من کلاس ثبت نام کردم، استاد داشتم، استادم آدم دلسوزی بود، خیلی کمکمون میکرد و کلاسایی که براشم واسه من خیلی مفید بود و من خودم تلاشم توی درسی که ضعیف بودم اون اوایل خیلی زیاد گذاشت. یعنی مثلا اگه تو طی مثلا روزهای اولی بود که درس می‌خواستم 5 ساعتش هم درس می‌خوندم، 3 ساعتش حداقل ریاضی فیزیک بود و تونستم هم پیشرفت کنم به مرور زمان. و اگه تو هم مثل من ریاضیت ضعیفه، حتما به نظر من کلاس رو بگیر، اوکی؟ یا تلاشتو چندین برابر کن و اگه یک روزی به یه نتیجه رسیدی که نه آقا مثلا من هیچ جور ریاضی تو مغزم نمیره، حتما برو کلاس ثبت نام کن. الان میخوام راجع به بزرگترین بخش کنکور هنر باتون صحبت کنم، یعنی درک عمومی هنر. بچه‌ها این بخش سوالاتش خیلی زیادتره و همش هم حفظیه، همه رو باید حفظ کنی شما. یعنی هیچ درسی نیست که مثلا بگی اوکی، یا هیچ درسی هیچ سوالی نیستش که بگی اوکی من اینو تحلیلش میکنم اینو بعد بفهممش بتونم تستشو بزنم. نه، بعد ببین رفیق، بعد تو کلشو حفظ کنی، همه کتابایی که داره، همه منابعی که برای این مبحث از کنکور معرفی میشه، تو باید همه رو حفظ کنی. و روش‌های حفظ کردن خیلی زیاده. یعنی یکی میاد مثلا این کتابو، بچه این کتاب من خوردم جویدم، این کتابو انقدر که میخوننش. آقا یکی میاد این کتابو میاد فقط با خوندن حفظش میکنه، یکی هم مثل من میاد ببینید چقدر نکته نویسی کرده. بچه اینا خلاصه نیست، نکته است، یعنی همه رو نکته کردم من. یکی میاد مثل من اینجوری درس میکنه، یکی دیگه نه میاد یک دفتری رو تحت عنوان جزوه این کتاب میاد میذاره کنار و شروع میکنه جزوه نویسی کردن. یکی نه میاد کارهای دیگه ای میکنه. شما باید روش خوندنتون، روشی که شما این کتاب توی مغزتون فرو بره رو پیدا کنید و اینو تو باز زمانی طولانی مدت، یعنی مثلا فکر کنم 5-6 ماه، تو شاید 5 تا دارم زیاد میگم بچه‌ها اشتباه شد، تو 2-3 ماه ولی حداقل شما یاد میگیرید که چجوری باید اینو حفظ کنید. چون کنکوری که میخواین شما بدین، اصلا هر کنکوری نیستش که توی مثلا 10 روز بتونی توی 10 روز بتونی جمعش کنی. نه، تو حداقل بعد 10 ماه بخونیش تا بتونی جمعش کنی، تا بتونی رتبه خوب بیاری. خلاصه پس فقط باید این بخش رو حفظ کنید، فقط باید یاد بگیرید که روش حفظیات شما چه مدلی هستش و اون روش حفظی که واسه مدرسه به کار میبرید خیلی وقتا اینجا جواب نیست بچه‌ها. چون شما یه روزی بالاخره به این نتیجه میرسید که مثلا با یه نتیجه، با یک روش دیگه من دارم به نتیجه بهتری میرسم، به نتیجه مطلوبتری میرسم. و من اگه بخوام یه نصیحت وارانه بهتون حرف بزنم اینه که از همون روز اول، یعنی مثلا میگم درس اوله مثلا این چی بود درس اولش یادم نمیاد، راجبه میون جودان نه پایین سنگینا براستی پایین سنگی وقتی شروع کردی به خوندن، شب رو من نیومدم شروع کنم تستاشو بزدن. چون خیلی وقتا شما دارید این تستا رو شروع میکنید بزدن و چون ببین درس اولی که داری میخونی، روز اولی که اصلا شروع کردی و ببین اصلا نمیفهمی
باید چی کار کنی. من اگه بهتون بخوام یه نصیحت کنم که حداقل مثلا 5 تا درس از این کتاب رو شروع کنید بخوندن، حفظ کردینش، دورش کردینش، چندین دفعه خوندیدش، بعد بیایید شروع کنید به تست. این نصیحتی که من دوست داشتم بکنم و تقریبا هر آدمی گفتم ازش جواب گرفته. بعد شما بشید امتحان کنید، ببینید که اصلا میخواین چیکار کنید، چجوری میتونید یاد بگیرید. من بازم تکرار میکنم، نسخه‌ای که آدمای مختلف چه من چه استاد چه مشاور داره میپیشه واسه قرار نیست حتما 100% خوب بشه. حالا میخوام برم راجع به کنکور عملی بگم. بچه‌ها من کنکور عملی که دادم برای نقاشی گرافیک بوده و طراحی لباس هم شاملش میشده و از کنکور عملی های رشته دیگه من خبری ندارم که چی کار میکنن بچه‌ها، چه مثلا روشش چجوریه. من اصلا راجع به اون نمیتونم صحبت بکنم، ولی میخوام بهتون یه سری نمونه کار نشون بدم از یک عالمه کار دارم بچه‌ها اینجا از کنکور عملی نقاشی. خب بچه‌ها ما اولش که شروع می‌کنیم یاد می‌گیریم که چجوری بکشیم، مثلا یه آدمو چجوری بکشیم. چون توی دفترچه‌ای که توی کنکور عملی هنر بهتون میدن یک صفحه اولش یک موضوع رو اومده نوشته و شما تحت عنوان اون موضوع باید کار کنید. یعنی یک صفحه حداقل باید تصویرسازی داشته باشید با فیگور، با چهره و شما باید اون کار رو انجام بدید. بعد اون موضوع بتونید انجامش بدید. تصویرسازی، فیگور، یه تصویرسازی دیگه مثلا موضوع چیه؟ این یه نمایشگاه مثلا حجاب و عفاف. موضوعات کنکور عملی این رشته توی گوگل هست، یعنی سرچش کنید میتونید پیداش کنید. مثلا میبینید فیگور داره، یه مثلا فیگور سر و خط پشته، یه بک‌گراند وجود داره و با مداد رنگی شما باید کار انجام بدید. شما باید یاد بگیرید که اعضای صورت رو بتونید بکشید از تمام رخ، سرخ، نیم رخ و هر زاویه دیگه که وجود داره. حالت ایستایی یاد بگیرید انجام بدید و از اونجایی که ما توی ایران زندگی میکنید موضوعات مذهبی رو زیاد تکرار کنید. چیزایی که توی اینا میگم که چیزایی که توی این کنکور نقاشی مهم بود این بودش که تفکیک رنگی بتونی انجام بدی. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی یک تونلی رو داری نگاه میکنی، جلوش مثلا واضحه همه چیز و مثلا همه چیز رنگا مشخصه که چه رنگیه و این، ولی هرچی عقب‌تر میری تیره تر میشه. این همچون چیزی پیدا کنن بهتون حتما نشون میدن. یا برعکس مثلا داری از دور به یک سری کوه ها نگاه میکنی، یه سری طبیعتی رو نگاه میکنی، هر چی به دور دست‌تر نگاه میکنی اون کوه ها برات یه رنگشون روشن‌تره انگار و همون وضوحی که باید داشته باشه نداره. چیزی که داشتم میگفتم بچه ببینید جلوش چقدر همه چیز با جزئیات ملموسه، ولی مثلا اون ته اون تیرگی رو داریم، ما سایه رو داریم. این چیزا خیلی مهمه، خود فیگور خیلی مهمه، آناتومی خیلی مهمه. اینو نشون دادن؟ فکر کنم نشون ندادم بهتون، ولی این هم این موضوع مذهبی کسی کاملا مشخصه. رسیدیم به مهمترین بخش این ویدیو، حداقل از نظر من. کنکور هنر اصلا مناسب چه کسایی هست و بخش آخرش هم این بودش که اصلا من الان کجا و این دوتا رو من نیاز دونستم تلفیقی بهتون بگم، چون اگه بخوام من کجا آخر سر بگم نمیتونم واضح کنکور هنر مناسب چه کسایی هست رو براتون بیان کنم و ترجیح دادم تلفیقی بهتون بگم و کلا دیگه ویدیو رو تماشا کنید. ببینید بچه‌ها، کنکور هنر مناسب افرادی هستش که چند تا بخشن. این افرادی که من میخوام بگم، یک، کسایی که علاقه‌مندن دانشگاه دولتی برن و 99% آدمایی که دانشگاه کنکور دارن نه کلا دلشون میخواد که دانشگاه دولتی قبول شن و دلیل علاقه، ببین علاقه اینجاست بچه‌ها، یعنی هیچ چیزی مهمتر از علاقه نیست. میتونه تو دانشگاه مثلا دارم میگم دانشگاه ممکنه شهری که داری توش زندگی میکنی خانواده‌ات اونجا اصلا تهران باشه، ولی تو علاقه قلبیت اینه که رشت بری. میتونه رتبت 1 باشه بچه‌ها و با رتبه 1 بلند شی بری رشت. برای تو منطقی ترین تصمیم دنیاست بچه‌ها. برای تویی که این اتفاق داره واسه میفته منطقی، یعنی هر کس بهت گفت مثلا چرا دانشگاه تهران نرفت، دانشگاه تهران که خفن ترین دانشگاه مثلا فلان بیساری، نه ببین با پشت دست بخوام تو صورتش، چون
اون چیزی حالیش نیست تحت عنوان از علاقه. یک سری از افراد هم به خاطر فشارها و محدودیت‌ها و در کل فرار از خانواده کنکور هنر دادن و دانشگاه دولتی قبول شد. یعنی اینقدر درس خوندن که حتما رتبه بشن، حتما بیان از یه شهر دیگه به یه شهر دیگه که فقط پیش خانواده خودشون نباشن. و اینجور آدما به اون دسته سوم میرسیم که میخوان مستقل بشن. یعنی چی؟ یعنی که آقا مثلا طرف، مثلا دارم میگم بچه نگید نیست، نگید داری مثلا تو کسی رو سوق به این داستان میدی که آره فرار کن از خونه، فرار کن از خونه. نه بچه من همچین حرفی دارم نیست، من چیزی که دیدم و فقط دارم بهتون میگم. پس چی شد؟ تا اینجا به 3% از افراد رسیدیم. اوکی؟ و حالا میخوام راجع به این صحبت کنم که اصلا دانشگاه دولتی مناسب چه افرادی نیستش. بچه یه افرادی مثل خودم، من از دانشگاه دولتی انصراف دادم. من با رتبه 2 رقمی رشته نقاشی دانشگاه الزهرا آورده بودم و شبانه بودم و من کاملا افسرده شده بودم. چرا؟ چون شما وقتی که میرید انتخاب رشته میکنید یه لیست خیلی بلند بالایی رو باید پر کنید برای انتخاب رشته. خب و چه اتفاقی افتادش توی انتخاب رشته؟ اینه که من همه گرافیکا رو زده بودم، همه گرافیک دانشگاه غیر دولتی و آزاد نه غیر دولتیایی که کنکور داشتن، مثل دانشگاه سوره. یعنی شما یه سرچ کنید میبینید که دانشگاه سوره غیر دولتی ولی با کنکوره. اوکی؟ و من حتی اون دانشگاه ها رو با رتبه 2 رقمی خودم نیاوردم، با اینکه مصاحبه‌اش هم رقم دادم، نمیگم ندادم. نیاوردم و من تمام رشته‌های گرافیک رو رد شدم و رسیدم به رشته‌های نقاشی و من رشته نقاشی مورد علاقه‌ام نبود، صرفاً چون می‌خواستم اون لیست انتخاب رشته پر بشه زده بودم. یعنی اگه رشته نقاشی رو نمی‌زدم من کلا مشروط می‌شدم بچه‌ها. اوکی؟ خلاصه رسیدم به اونجا، من رفتم تو دانشگاه و سورپرایز شدم با شبانه بودنم که من باید پول بدم و اون موقع من تقریبا 5-6 میلیون تومان داشتم شهریه به دانشگاه دولتی میدادم، در صورتی که همون موقع مثلا دوستم داشتش میرفتش رشته مورد علاقه من. اوکی؟ و اون موقع میگم گرفت رشته مورد علاقه من، جلوتر میرسیم میبرس و دوستم داشتش پول میداد بابت اون رشته و اینجوری بودش که خب ببین من تو دانشگاه غیر دولتی قراره 8 تومن شهریه بدم و تو داری 5 تومن پول میدی. خب چه مرضی، بیا اینجا انصراف بده و بیا اینجا. و من اون موقع عقلم دست این دوستان ندادم، خیلی فکر کردم. من فروردین سال 403 از دانشگاهم انصراف دادم و رفتم دانشگاه غیر دولتی. خیلی فکر به خودم کردم که میخوام رشته گرافیک برم یا نمیخوام برم و واسه ورودی بهمن ماه که من داشتم انتخاب رشته میکردم برای دانشگاه غیر دولتی فقط 2 رشته زدم. یکی انیمیشن زدم که رشته مورد علاقه و هنرستان من بود، یکی دیگه هم رشته گرافیک زدم. من اینجوری بودم که یا اینا رو میارم یا نمیارم و من رشته انیمیشن آوردم و بچه‌ها حتی یک روز هم نبوده که من پشیمون بشم از تصمیمم و هر روز آدم خوشحال‌تریم، هر روز دارم پیشرفت می‌کنم، هر روز آدم موفق‌تریم و اگه من توی اون دانشگاه الزهرا میموندم واسه من این اتفاقات نمی‌افتاد. من این آدم خوشحال نبودم و واسه من مناسب نبود دانشگاه دولتی هستن و من اومدم دانشگاه غیر دولتی. پس چی شد؟ برای افرادی مناسب نیستش که علاقه‌شون نیست توی دانشگاه دولتی یا مثلا علاقه‌شون توی دانشگاه غیر دولتی و آزاد هم میتونن پیدا کنن و وسط مالیشون به اون قدری میرسه که بتونن شهریه رو توی چند تا قسط مختلف و بالاخره بازه شهریه و یه ترم دانشگاه 6 ماه تقریبا و توی این 6 ماه تو میتونی شهریه رو با قسط‌های مختلف پرداخت کنی و اگه وسط مالیت میرسه اوکی انجامش بده. و مهمترین دلیل واسه اینکه چرا نباید بیای دانشگاه دولتی هم اینه که اگه هدفت کلا هدفت مهاجرت هستش، مهاجرت تحصیلیه و هر مهاجرتی هست، کاری هر چی هست، با خانواده هر نوع مهاجرتی، اینه که تو چیکار کنی؟ دانشگاه دولتی نری. چرا؟ چون واسه آزاد کردن مدرک تو باید یه عدد خیلی گنده‌ای پول بدی. پس اگه عضو این افرادی که اینجا می‌نویسم برو دانشگاه دولتی، ولی اگه عضو این افرادی برو دانشگاه غیر دولتی. و بچه‌ها من دوباره تکرار میکنم، هیچ کس هیچ نسخه‌ای رو واسه هیچ کس نمیتونه بپیچه. اینکه من دارم تجربیات خودم میگم، صرفا تجربیات خودم، صرفا چیزهایی هستش که خودم میدونم، صرفا کاری که من کردم منو خوشحال کرد. دوست عزیز، تو باید با خودت بشینی فکر کنی که میخوای آینده چه شکلی باشه.
یکی فقط آینده خودش رو توی دانشگاه فرهنگیانی میبینه که بعدش بخواد معلم بشه و معلمی فقط تحت عنوان همون دانشگاه رخ میده و خیلی احتمال کمتری ازش که روش‌های دیگه به معلمی برسه. نمیگم نیست، ولی بیشتر کسی که معلم شدن از فرهنگیان به معلمی رسیدن. اگه تو عضو این دسته از افراد هستی که فقط خودتو توی دانشگاه دولتی میبینی، برو داخل دانشگاه دولتی. اگه خودتو نمیبینی توی دانشگاه غیر دولتی میبینی، برو داخل غیر دولتی و خودت فقط به خودت نگاه کن، ببین چی دوست داری. علاقه مهمترین چیزه بچه‌ها. رتبه‌ای که تو داری میاری نشون دهنده کل زندگی تو نیستش. دانشگاهی که تو داری قبول میشی، تو درس داری میخونی، نشون دهنده هویت تو نیست، نشون دهنده شخصیت تو نیستش. از دل من ببین، علاقه تو مهمترین چیز توه، سرنوشت سازترین چیز توه. اوکی؟ چیزی که دوست داری ادامه بده، چیزی که خودت داخلش میبینی و ادامه بده و برو سمتش و به هیچ حرف هیچ احد و ناسی گوش نده. نه خانوادت، نه مشاورت، نه رفیقت، نه دشمنت، هیچ کس. چیزی که خودت دوست داری، چون در نهایت نه مشاورت میخوان آینده تو رو زندگی کنن، نه مادر پدرت، نه هیچ کس دیگه. اینم از این ویدیو و من کل این ویدیو رو تحت عنوان این گرفتم که کنکور هنر چیه، چی کار باید بکنید، چجوری تست بدن فلان. ولی بچه‌ها من الان که توی که رسیدی به آخر این بخش ویدیو میخوام اینو بهت بگم. کلا من فقط میخواستم راجع به این صحبت کنم که برو سمت چیزی که دوستش داری، فقط قلبتو دنبال کن و خیلی وقتا تصمیم‌هایی که ما با اینجا میگیریم شاید عاقلانه باشن، ولی چیز دیگه داره اینجا میگه که نه 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 نه. و برو چیزی که دوست داری، چون علاقه تو سرنوشت تو رو میسازه. و اینکه این ویدیو رو لایک کن رفیق، اگه لایک نکردی برام کامنت بذار، سوالی داشتی حتما ازم بپرس، من به همه سوالاتت جواب میدم. و اگه موضوع دیگه بود که نیاز به ویدیو جداگانه داشتش، حتما براتون ویدیو میگیرم و راجعش کلی براتون صحبت میکنم. و همین دیگه. خدافظ.